که بودن مایاده عزیز سلام تقدیم میکنم به تمام هموطنان عزیز. امیدوارم که حالتون عالی، سرحال و پر انرژی باشید. من کی هستم و من از کجا اومدم؟ من چه مهارتی دارم؟ امروز من درباره از جایی که شروع کردم و چه کاری کردم و چه جایگاهی الان دارم میخوام درباره تمام این موضوع صحبت کنم. امروز یک قدم بیشتر از روز اول شما رشد خواهید کرد. ذهن روانشناس خوش اومدید. ببینید، من از سال 1403 یعنی یک سال قبل یک ویدیوی در فیسبوک دیدم، تماشاش کردم که داشتم همینطوری بی خودی بالا و پایین میکردم، اسکرولش میکردم که ویدیوهای جدیدی رو ببینم. کلا سردرگم بودم که چه کار باید بکنم. اصلا به دنبال یه چیزی نبودم که برای چی بودم من داخل فیسبوک. داشتم میچرخیدم، یه ویدیویی از یه فردی دیدم داشت میگفت که بیل گیتس با زور مغز خود امروز میلیاردره، کارگر با زور خود امروز بدبخته. این تاثیرگذارترین، این تغییر دهنده ترین کلمه بود که در زندگی من اتفاقهایی به وجود آورد که حتی باورش نمی‌کردم. یعنی انتظار همچین چیزی رو نداشتم که یک کلمه بتونه منو تغییر کنه. و الان چه جایگاهی من هستم و الان کجا رسیدم، الان به چه چیزهایی من رسیدم. از استاد احسان نوری بود. یک کلیپ بسیار کوتاهی برخوردم، اسکرول میکردم، همینطور خوندم، خول شدم دیدم 10 بار همون روز 10 بار من اون ویدیو رو تا آخر نگاه کردم. تقریبا 59 یک دقیقه بود. چی میگفت؟ میگفت بیل گیتس با زور مغز خود امروز میلیاردر هست، کارگرها با زور بازوی خود امروز بدبخت است. و این جمله واقعا حیرت انگیز بود که یک فرد بیاد یه چیزی بگه، از حس آدم عوض بشه، حال آدم عوض بشه، کلا زندگی آدم عوض بشه. از این فرد آدم باید سپاسگزاری کنه، کل زندگیش رو باید مدیون همین فردی باشه. ببینید، من در زندگیم در همه چی رسیدم. حال خوب، شغل خوب، مهارت خوب، پول خوب، حال خوب، زندگی خوب، یک سیستم فوق‌العاده‌ای رو من که اکثریت ندارم، فقط در حال کردن داخل منم اسکرول الان میکنم، نمیگم، فقط 2 دقیقه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جدیدی از باشه که من برم ببینم، از استاد فرهمند باشه، قاسم فرهمند باشه، که برم ببینم درباره رشد، درباره موفقیت، درباره ثروت، درباره یک تکنیک هایی صحبت میکنن که آدم یاد بگیره در زندگی خود اجرا کنه و انسان به یک مرتبه عالی میرسه. چه فایده ای که هر لحظه ما احساس کنیم؟ چه فایده ای داره که ما در هر لحظه هر کسی بیاد هر چیزی بخواد، هر چیزی بخواد، هر چیزی، هر موضوعی، هر فیلمی، هر آهنگی رو بیاد به ما القا کنه، ما دوست داشته باشیم بریم همون آهنگ رو پلی کنیم، داخل گوگل پلی بگردیم، داخل گوگل بگردیم، داخل چیز بگردیم که پیداش کنیم و بذاریم و
بخونیم و رقص کنیم به چه فایده؟ آیا رقص کردن معنی داره که به عروسی ها مردم میرقصن؟ در حقیقت مغزش داره اینو گول میخوره، فقط چرخک میکنه، هیچ فایده‌ای نداره. چند آهنگ گذاشته فقط داره دستا رو کمر رو مثلا همه جایی بدن رو تکون میده. خب چه فایده‌ای داره؟ به کجا میرسی؟ به کجا میرسی؟ آیا تکان دادن دست یا کمر یا نمیدونم باسن یا دست یا مغز هر جایی بدن که باشه طبق همون آهنگ در حقیقت طبق همون شیطان عمل کردی؟ این همون نکته ایه که ما باید رشد کنیم.